تفسیر قرآن کریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انطقنی بالهدی و الهمنی التقوی. سر سفره قرآن هستیم، جزء 4، سوره آل عمران، آیه 155. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. همانا کسانی از شما که روز برخورد دو سپاه در جنگ احد مسلمان ها آمدن بیرون مدینه، یک گروه کفار و مشرکین هم از مکه آمدن، دو لشکر در مقابل هم. کسانی که روز برخورد دو سپاه روی برگرداندن، یعنی اونها که تو جبهه فرار کردن، انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، جز این نبود که شیطان به خاطر بعضی از کردارهای ناپسندی که داشتن اینها رو لرزاند، یعنی به خاطر بعضی از کاراشون اینها لغزش پیدا کردن. از این معلوم میشه که هر گناهی یک اثری داره. مثلا در دعای کمیل داریم اللهم اغفر لی الذنوب التي تغیر النعم، بعضی گناه ها نعمت ها رو عوض میکنه. تحبس الدعا، بعضی گناه ها باعث میشه که دعا مستجاب نشه. هر گناه یه اثری داره. یه سری گناهانی انسان انجام میده، یه سری خلافایی داره که این خلاف باعث میشه که آرامشش تبدیل به اضطراب میشه. مسلمان ها در احد در مقابل کفار وایسیدن، اما چون مسلمان ها بعضی خلاف کردن این شل شدن. حالا بعضی خلاف شاید همون خلافایی باشه که در آیات قبل داشتیم، فشلتم و تنازعتم و عصیتم، اینها شل شدن. نزاع، یه عده گفتن بمونیم منطقه حفاظتی که پیغمبر دستور داده، یه عده گفتن نه اگر بمونیم همه غنایم جنگی رو خواهند برد، چیزی هم ما نخواهد شد. این نزاع و معصیت کردن، فرمان پیغمبر را که فرمود منطقه را رها نکنید رها کردن. شاید اون باشه، شاید هم حال گناه دیگه باشه. ان الذين تولوا منكم، از مسلمان ها اونها که تو احد فرار کردید، میدونید چرا فرار کردید؟ یه خلافایی کرده بودید باعث شد که ایتو بشید. حضرت فرمود کسانی که در روز گناه میکنن خدا توفیق نماز شب ازشون میگیره. توفیق پیروزی را از شما گرفت به خاطر بعضی از خلافها. ولقد عفا الله عنکم، در این حال حالا دستگلی آب دادید که آب دادید، خدا بخشید. خدا ان الله غفور رحیم، چون اینا پشیمون شدن، خیلی هاشون ناراحت شدن که چرا ما پیغمبر رو تو جبهه احد تنها گذاشتیم. بعد نیست اینجا بشنوید که در احد همه فرار کردن جز 13 نفر. تو 13 نفر هم همه اختلاف دارن جز علی ابن ابی طالب. توجه داره چی گفتن؟ این یکی از حرفاست که میگن عدد 13 نحسه. نه، 13 نحس نیست. علی ابن ابی طالب علیه السلام امیرالمومنین 13 رجب به دنیا آمد. در احد همه فرار کردن، فقط 13 نفر وفادار بودن. پس 13 نحس نیست. وقت توی 13 کیا بودن که پیغمبر رو رها نکردن؟ اختلاف شده. تنها کسی که اختلاف نکردن گفتن علی ابن ابی طالب حتما بوده. شیعه و سنی میگن علی بوده. در باقی اونه که غیر از علی اون 12 نفر که بودن اختلاف. 13 نفر هم 5 نفرشون مهاجر بودن، 8 نفرشون از انصار. در احد 4 گروه داشتیم. یک شهدا، 72 نفر شهید شدن. تو کلمه 72 تا هم بنده گیجم، راستشو میخواد بگی گیجم، چون 172 در تاریخ پیدا شده. آیا اینا راز و رمزی توشه یا تصادفا نمیدونم. یه 72 نفر در احد شهید شدن، یه 72 نفر در کربلا شهید شدن، یه 72 نفر در حزب جمهوری. چطور در 3 مرحله 72 تا شد؟ این تصادفا نمیدونم. در احد یه عده شهید شدن، 72 نفر. یه عده هم جزو صابر بودن، همین 13 نفره‌ای که تو جبهه موندن، شهید نشدن ولی موندن. یه عده هم که فرار کردن
که هرچه پیغمبر از عقبشون داد زد برگردید گوش ندادن. یه عده‌ام که منافقین بودن. خب ان الذين آیه 155 از سوره آل عمران، ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان، اون گروهی از مسلمون ها که روز جنگ احد پا به فرار گذاشتید، میدونید چرا؟ انما استزلهم الشیطان به بعض ما کسبوا، شیطان به خاطر بعضی از عملکردهای بدشون اینها رو متزلزل کرد. پس پیداست شیطان هم بیخود سر کسی نمیاد. یعنی شیطان مثل باغبون میمونه بلا تشبیه. باغبون نمیاد درخت خوش کنه، باغبون میاد تو باغ، هر شاخه خوش شده وقت باغبون اره میذاره پاش. پس این شاخه اول از خودش خوش شده، باغبون میاد اره میکنه. یعنی این طرفان خودشون رو بنزینی میکنن، وقت شیطان هم میاد گوگت میذاره نزدیکشون. استزلهم الشیطان به بعض ما کسبوا، چون این روی خلاف میکنه، شیطان نه این دندش میخوره، این یه دیگه تو کفشش هست، این زمینه هست برای که اینو هولش بده. به هر حال تا یه چشمه که از شیطان نباشه، تا یه چشمه که از انسان نباشه، شیطان سراغ این نمیاد. استزلهم الشیطان به بعض ما کسبوا ولقد عفا الله عنکم. از این معلوم میشه خطاکار را نباید به خاطر همیشه طرد کرد و نباید در کیفرش شتاب کرد. خطاکار جبران میشه. ما تو قرآن داریم که حتی خداوند افرادی رو مثلا از کارشون گله داشته، گوشمالیشون هم کرده، تنبیهشون هم کرده، اما دو مرتبه پستش داده. حضرت یونس مردم رها کرد، رفت سوار کشتی شد و چون مردم رها کرد رفت سوار کشتی شد که بره، گفت مردم که به موعظه های من گوش ندادن، تذکرات من نپذیرفتن، هرچند مقاومت کردم، خسته شد، مردم رها کرد و رفت و سوار کشتی شد و کشتی سنگین شد، بنا شد قرعه بندازن، یکی رو بندازن تو آب، قرعه به نام یونس افتاد، حضرت یونس پرت شد تو آب، یه نهنگی قورتش داد، فنادی فی الظلمات. در همون درون نهنگ یونس یا اللهی گفت و سبحان الله گفت انی کنت من الظالمین، و نهنگ آمد کنار دریا، یونس را پرتاب که به ساحل. دو مرتبه همین پیغمبر شد. فارسلناه الی 100,000 او یزیدون، پیغمبر 100,000 نفر شد. یعنی خداوند پیغمبر رو گوشمالیش داد، در فشار شکم نهنگ یه حالش گرفت، فنادی فی الظلمات، در تاریکی ها ندا کرد، فاستجبنا له و نجیناه من الغم، دعاش مستجاب شد، از غم و غصه نجات پیدا کرد، به کنار ساحل رفت. یعنی اشکال نداره یه کسی یه خلافی بکنه و حالش هم گرفته بشه، اما دو مرتبه بهش مسئولیت بدن. یعنی یه نفر رو به خاطر یه خلاف بره همیشه طرد نکنیم. خب خداوند گناهکاران رو میبخشه. ان الله غفور حلیم. خدایا این آیه 155 تمام. خدای تو به حق محمد و آل محمد او گناهانی که دستگیره میشه که شیطان وسیله میشه و زمینه میشه که شیطان به خاطر او گناهان ما رو سرنگون کنه در شرایط حساس ولی تو رو رها کنیم، به خصوص اون گناهان را از همه ما ببخش. 155 از سوره آل عمران تمام. و السلام علیکم و رحمت الله.